سلام علیکم اختر. و علیکم. اکی دکتر جان؟ نه اکی دکتر جان. لبای برات چیکار؟ هم کابینت رفتم نبودی اخی. خیلی کجا میشینی کابینت؟ دمی رفتیم کابینت سحر خطی از زنه که خدا زده آمده همین نصرانی‌ها رو چش پشت کرد. بعد دیگه نصرانی میمونه خسته ماشین همین رز ویدید که دمی یقه خونه همین سایه ساقند جان باش بگ. روزناک میدونه چی میگه؟ در آمده گروداش این همه خدر بگی گرودایی میره این قاکی کو آیجا تو دستانو که گفتم بگی میگه اپراسی پلاسماسی کو پلاسماسی جای با جای پلاستیک چیزی میگفته وای سلس دومش دارم میگه بگی اپراسی پلاسماسی کو خیلی ما گفتیم که ابرست همه عبیزاتی نزدنه که خوشرو و تار کرسلات خواه کنیم ببریم چاک پارو کنیم خیلی وریانت های آسانش هسته آها چه خیلیش بده بود ما گفتم بشی جاشیشت نام فامیلش سال تولدش همه رو نوشتم ما این همه ایدوری کشک کنم این همه قدر توالت نی بومگه بروردم براتم کلولو کنم گفتم من بخواب خاله مری خواند این همه کراچی سیت مکنی چیلت مکنی با خاله چی مگه چی بگم گفت با ایرم چیکار کنم ما گفتم انا خما گیری بین سیناد مشکی میپرتی با گفت رفیق دکتر شما رو سلامتتون سازه این چی فایده میکنه چی فایده گفتم ترا عقل نمیگیره کند فایده که در سینای تو فایده نمیکنه مایلی سرمشوه رئیس مخزه سلام علیکم من حاصل نوکی کم شدسته خیلی خلاصه رئیس خیلی من ای گپ شدسته من ای تری شدسته من او تری شدسته سوخاز در کار سسته یکان که از یکان سوال داشته باشه نسبتی کار رو بار بخزه یک زنک لرزیده رئیس جان من یک سوال دارم گفته بفهمون گفته در همه سوخازمون یک گاوی دیگری خطی ازدواج میکنه در یک ازدواج کردن 7 بار کیف میکنه تو همه مردکا رو نمیفهمونه که همه خیلی استفاده ببرن دیگه زنکا چه غیره و غیره سونیا ملده یا مردک ای همه قفا همه خیلی دست باریسته این رئیس همه دست تک زده گفته و اهمیت نمیتیه یکی میبینه ها برادر چی سخن داری چی علم داری گفته تو همون سونیا رو بفهمون همون گاوا وقتی ازدواج کردن در یک حالت 7 بار کیف میکنن این قطعی یک گاو کدن در کنه یا قطعی وست آغول